بچه‌ها، خوش اومد به یکی از ویدیوهای دیگه من. تا حالا این ویدیو قراره به شما چند تا از ماسک هایی که امروز داریم بهتون نشون بدم و شما به من بگین که کدوم از اینا بهتره که برای ویدیوام بعضی از ویدیوهام بپوشم. پس برو بریم. اولیش این ماسک لاک پشتای نینجاه که اگر من بپوشمش اینطوری میشم. الان نمیدونم صدام میاد یا نه، ولی اینطوری میشم. حالا بگین خوبه یا نه. من از خودم بده. اینجاش هم میذاره سیاه. بریم بعدی با کاغذ درست شده، بقیه‌اش هم با کاغذه. بعدی این ماسک مردن کبوتیه که کاملا با کاغذ درست شده و یه نخ که نمیدونم بده یا نه، شما بگین که اگر بپوشمش اینطوری میشه. یه ذره عجیبه اینجاهاش اینطوری نشده، یه ذره بده. حالا شما به من بگین. بعدیش این ماسک مرد آهنیه که اگر بپوشمش عالی میشم. چشام نمیخوام دیده شه، حالا مهم نی. میشه گفت خوب میشم. صدام نمیدونم میاد یا نه. بریم بعدی این ماسک معذرت میخوام، ماسک کاپیتان آمریکا که اگه بپوشم چون اینجا صورتم دیده میشه مجبورم اینطوری کنم چون بقیه صورتم دیده میشه و کله خیلی بزرگی میگیرم. بعدیش هم همینه، یعنی شبیهشه. معذرت میخوام، شبیهشه. کل صورتم دیده میشه، کش هم نداره که در کل یه همچین چیزی میشه. ولی فکر کنم خیلی بده چون قشنگ کل اینجا هم دیده میشه. و همین. راستی من همه رو داخل این پلاستیک آوردم دیگه. پلاستیک نه، جعبه آوردم دیگه. اگه خود این جعبه هم بپوشم یه همچین چیزی میشه که واقعا زشته. و همین. بگین کدوم ماسک بهتره و داخل کامنت ها حتما بنویسین. لایک و ساب فراموش نشه.